چجانم یاد کردم گیردی دسترخوانی تو. این زن روزش را به خواندن نامه‌های پسر زندانیش و نگاهبینی فرزندان او سپری می‌کند. پسرش ذوقی‌بек سیدامینی خبرنگار تاجیک 5 ماه باز در زندان است. خود بچه کلون بود. نگاه بینم که چیزی هم بود خوی. دادرش خیلی شیره هستن که این هر کس با همون زندگی خچای زورش نمیرسه اشکاره. چهار فرزند داره. روزنامه‌نگاری بگم یک ذوقی‌بек 37 ساله ماه ایول امسال دستگیر و ماه نوامبر برای همکاری با سازمان‌های در کشور ممنوع حزب نهضت اسلام و گروه 24 به 7 سال زندان محکوم شد. هرچند خود او و خانواده‌اش اتهامات را به اساس می‌دانند. 3 ماه هم خیلی ماه 4 ماهگی داخل دیدیم. مادرش میگوید بازداشت پسرش به وضع مالی و روحی و روانی خانواده تاثیر گذاشته روزهای سختی را سپری میکنند. سلامتی من کمتر بازی قین تریشم باید چون نفس گیرش خیلی میشم. نفسم سخت میگیره. فرزندان ذوقی‌بek از بیبی و مادرشان پیوسته درباره پدر میپرسند. پرسش‌هایی که به نظر همسر او پاسخش سخت است. پشتی تریزا که آوازی ماشین میشه همه کودکا با دان تریزا پدرجان گفته میدوند. میبینن که ماشین آتش نیست بعد زیق میشن میشینن. اتام کای میویا. بچه دیمگی فقط میپرسه که زنکا میان میروند میفهمن که آتش قپیدن. اتام گناه نکرده برای چی قپیدنش؟ آدمی گناهگار میقپن. اتام بیگناهه کو. سوال قینترینی ما با همین دروغ و فن تا ویروزه از بچه دیمگیم 6 ساله به عقله میگه شما دروغگویی قطعی ببینیم که فقط میگه این روز میاد پگاه میاد و تام نمیآید. خانواده ذوقی‌بek در محله معروف به 7 کیلومتری پایتخت امیدوارم به زودی آنچه که حالا به کودکان میگویند به واقعیت تبدیل یافته او را در آزادی میبینند. این خبرنگار پیشینی تلویزیون تاجیکستان با صحبت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی مشهور گشته از زمره آنها دانسته میشد که تلاش دارند حقیقت‌ها گفته شوند. مری لولور گزارشگری ویژه سازمان ملل در پایان سفرش به تاجیکستان از وضع آزادی بیان و بازداشت خبرنگاران اظهار نگرانی کرد. او از حکومت دعوت کرد که فضای پرشدت ترس را از بین برد. مقامات به این اظهارات تا حال واکنش نکرده‌اند.